باید مراقب باشیم راه رو خطا نریم، راه رو اشتباه نریم، اشتباه نکنیم. اگر مراقبت کردیم، دشمن رو شناختیم، روش‌های دشمن رو شناختیم، سعی کردیم در حرفمون، در منطقمون، در عملمون، در هر اقداممون کمک به نقشه دشمن نکنیم، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. باید مراقب باشیم راه رو خطا نریم، اشتباه نکنیم، حق رو با باطل عوضی نگیریم. قرآن معیار داده به ما. قرآن می‌فرماید که محمد رسول الله والذین معه، کسانی که با او هستند. بحث ما سر اینه، آیا ما با پیغمبر هستیم یا نیستیم؟ راه اینه دیگه، علامت داره. والذین معه اشداء علی الکفار. اگر شما دیدید این راهی که داریم میریم راهی است که کفار رو خوشحال میکنه، بدونید که اشداء علی الکفار نیستید، پس مع رسول الله نیستید، همراه پیغمبر نیستید. اگر دیدید نه این راهی که دارید میرید استکبار رو، دولت‌های قاهر ضد دین و ضد اسلام رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه، خب خوبه، این اشداء علی الکفار. این شد ملاک و معیار.